سلام دوستان، کیک تولد امیو با مرغ و هویج و کدو سیب زمینی درست کرده بودم. اول میپزیم این مواد غذایی و بعد رندشون میکنیم. یکم روغن زیتون ته مایتابه یا قابلمه‌مون میریزیم و به صورت لایه‌ای این مواد رو میذاریم ته قابلمه. قشنگ باید فشار بدیم که فضای خالی بین مواد قرار نگیره. بهتره که اولین لایه حتما سیب زمینی باشه تا اون فرم قشنگ قابلمه رو بهمون بده، حالت تدریجی. بعد بقیه لایه ها رو هر طور به سلیقه خودتون که دوست دارید میتونید روی هم قرار بدید. فقط خوب باید فشار بدید. بعد از 20 دقیقه این مواد رو باید حتما روی حرارت ملایم گاز قرار بدیم تا قشنگ پخته بشه و بعد از اینکه سرد شد باید بذارید کامل سرد و بعد برش میگردونید و بعدش هم با هر نوع تشویقی که دارید میتونید این کیک رو تزیین کنید. حالا من تشویقی که داشتم کاکائو مخصوص حیوانات بود، یه مقداری از اون داشتم، یه مقداری بیسکویت حیوانات داشتم مخصوص سگ، با اونا تزیینش کردم دیگه. به همین راحتی خیلی راحت میتونید درست کنید و با هر چیزی که دارید هم تزیینش کنید و خیلی هم دوست دارن امی که خیلی خوب خورد.